نجوای تاریکیم و اینجا مستر نایت. هشدار: محتوای این ویدیو برای کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی توصیه نمی شود. سلام، اسم من سامیاره. 27 سالم و دانشجوی رشته تاریخم. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مال 8 سال پیشه. اون موقع من 19 سالم. اینم بگم که من پدرم رو توی 6 سالگی از دست دادم و خودم از 14 سالگی هم کار میکردم و هم درس میخوندم. خرجی خواهرم و مادرم رو هم میدادم. خواهرم اسمش سمیراست و 4 سال از من کوچیکتره. مادرم هم اسمش خورشید بود که متاسفانه مادرم رو توی این قضیه که میخوام براتون تعریف کنم از دست دادم. پس بشنوید داستان تلخ زندگی منو. شما هم اگه داستانی دارید و دوست دارید از این کانال پخش بشه، میتونید با پیوستن به کانال تلگرام ما که در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو قرار داده شده اونو برای ما ارسال کنید و برای حمایت از ما فقط کافی این ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید میتونید با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله کنارش از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. من اون موقع برای کنکور درس میخوندم و کارم میکردم. کار من فروشندگی توی عتیق فروشی قدیمی بود. صاحبکارم هم یه پیرمرد چاق بداخلاق بود با یه قیافه ترسناک. همیشه چشاش قرمز بود و دهنش بوی عجیبی میداد. یه بوی مثل این که انگار گوشت خام خورده باشه. همیشه به هم گیر میداد و به بهونه‌های مختلف منو کتک میزد. توی مغازه یه اتاق داشت که همیشه درشو قفل میکرد. بعضی شبا میرفت تو اون اتاق و درشو قفل میکرد و بعدش از تو اتاق یه صداهای عجیبی مثل صدای خنده، گریه و خرناس کشیدن میومد. 1-2 ساعتی که میگذشت میومد بیرون و چشاش قرمزتر شده بودن. سعی میکرد قیافشو بهم نشون نده و صداش هم تغییر میکرد و کلوفتر میشد. دستاش رو درست نمیدیدم ولی به نظر میرسید به جای 5 تا انگشت 4 تا انگشت داشته باشه و پاهاش هم مثل سم اسب بود، چون موقع راه رفتن صدای سم اسب میداد. من واقعا ازش میترسیدم. البته همیشه اینطوری نبودا. معمولاً 1-2 روز در ماه اینطوری میشد و توی اون مدت هم زیاد مغازه نمی اومد. القصه یه شب که صاحبکارم مغازه نیومده بود، یه نفر اومد تو مغازه و یه پالتوی داغون سیاه داشت با دستکش و کلاه لبه‌دار و عینک دودی. اومد تو مغازه و سلام کردم و گفتم بفرمایید. همینطوری یه چرخی زد توی مغازه و وقتی داشت راه میرفت متوجه شدم پاهای اونم معمولی صدا نمیده و صدای عجیبی میده. ترسیده بودم و با خودم فکرهای عجیب غریب میکردم. با خودم فکر میکردم که نکنه این آدم نباشه یا جن باشه و غیره. دیدم یهو داره به هم نگاه میکنه. یه لحظه نزدیک بود قلبم وایسه، چون خیلی با خشم منو نگاه میکرد و گفتم الانه که یه بلای سرم بیاره. آروم آب دهنم و قورت دادم و گفتم ببخشید امری داشتین؟ در خدمتم. گفت اسمت چیه پسر؟ گفتم سامیار. گفت چند وقت اینجا کار میکنی؟ گفتم 2 هفته از قربان. 2 هفته است که تازه از
کار قبلیم استعفا دادم و اومدم اینجا. دوباره گفت چند سالته؟ گفتم 19 سالم قربان. گفت سابکارت کجاست؟ گفتم نمیدونم، امروز نیومده. دوباره ازم پرسید تا کی کار میکنی؟ ساعت مچی توی دستم نگاه کردم و گفتم الان ساعت 9:30 و معمولا تا 10 بازیم و بعدش میبندیم. ادامه دادم و گفتم ببخشید میشه امرتون رو بفرمایید؟ بی اعتنا به حرف من گفت پس یعنی الان تنهایی و کسی هم این اطراف نیست، درسته؟ اینم بگم که مغازه ما توی پاساژ قدیمی متروکه بود که تقریبا تمام مغازه‌هاش خالی بود و معمولا ما آخرین مغازه بودیم که میبستیم. القصه من با اینکه ترسیده بودم بهش گفتم آره تنهام الان. یه دفعه دیدم شال گردنشو داد پایین و کلاهشو برداشت. یه لحظه ترس تموم وجودمو فرا گرفت. صورتش یه صورت دراز بود که پوستش کاملا سوخته بود، حتی موهاش هم سوخته بود، انگار تازه از جهنم اومده بود بیرون. دندوناشو که دیدم حالت عادی نداشتن، مثل دندونای حیوانای وحشی بودن و تیز و برنده. از اون ور مغازه یهویی در کسری از ثانیه و تو یه چشم به هم زدن اومد اینور مغازه و روبرون وایساد. بعدش با دستاش که هنوز دستکش توی دستش بود اومد جلو و گلومو گرفت و صورت وحشتناکشو آورد جلو. انگار میخواست گلومو جر بده با دندوناش، ولی غریزه حیات باعث شد که سریع چاقو رو از روی میز بردارم و توی پشتش فرو کنم. یه جیغ خیلی مهیبی کشید که موهای بدنم سیخ شد. دیدم داره کم کم ازم دور میشه و منم دست و پام شل شد و افتادم روی زمین و هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اون موجود همونطور داشت ناله میکشید و جیغ میکشید که یه دفعه چاقو رو از پشتش در آورد و به سمت من پرت کرد. سریع سرمو کج کردم که چاقو بهم نخورد. دیگه هیچ نایی نداشتم و از حال رفتم. وقتی چشامو باز کردم دیدم از اون موجود عجیب هیچ خبری نیست و رفته. ترس تموم وجودمو گرفته بود و واقعا میترسیدم. سریعا رفتم و در مغازه رو بستم و وقتی در رو بستم دیدم یکی با خون روی در نوشته بازم میبینمت سامیار. خیلی ترسیده بودم و رفتم و سوار ماشینم شدم که به سمت خونه برم. توی راه همش تو فکر اون بودم که اون موجود چیه و با من چی کار داره. همینطور توی جاده داشتم میرفتم و دو طرف جاده هم یه پارک جنگلی بود که درختای ترسناک و بلندی داشتن و همه جا رو تاریک کرده بود. فقط نور چراغ ماشین تقریبا تا 10 متری جلومو روشن کرده بود. همینطور داشتم سراسیمه گاز میدادم و میرفتم که یه دفعه صدای جیغ یه دختر بچه رو شنیدم. تا اومدم ببینم صدا از کجاست یهو به یه آدم برخورد کردم. سرعتم خیلی زیاد بود و تقریبا 100 کیلومتری سرعت داشتم. با این سرعتی که من داشتم اگه به یه انسان زده باشم حتما مرده. پس رفتم پایین تا ببینم کیه که بهش زدم. اونقدر شوکه شده بودم که جریان توی مغازه رو یادم رفت. تموم بدنم توی اون هوای سرد عرق کرده بود و رفتم که جلوی ماشین رو نگاه کردم و دیدم هیچی روی زمین نیست. اصلا خبری از هیچ انسان یا موجودی نبود. دیگه واقعا کم مونده بود که عقلمو از دست بدم و از ترس خودمو خیس کنم. دعا میکردم که همه اینا یه خواب باشه، ولی واقعا خواب نبود. رفتم سوار ماشین شدم و یکم سرم روی فرمون گذاشتم تا آروم بشم. یه دفعه متوجه یه صدا شدم و به خودم اومدم و سرمو بلند کردم. صندلی عقب رو نگاه کردم و دیدم هیچی نیست. یه نفس عمیق کشیدم و دوباره به راه افتادم. یه 5 دقیقه که به راه افتادم
دوباره همون صدا اومد. یه صدای عجیب، یه صدایی مثل کسی که از عصبانیت داره نفس میکشه. دوباره با ترس برگشتم و صندلی عقب رو نگاه کردم، ولی بازم هیچی نبود. دیگه واقعا داشت اعصابم به هم میریخت و برگشتم به سمت جلو که یهو دیدم همون موجود که توی مغازه بود سرشو چسبونده بود به شیشه جلوی ماشین و با خشم بهم گفت دوباره میبینمت سامیار. یه داد بلندی کشیدم و نزدیک بود از ترس سکته کنم. یه لحظه ناخودآگاه چشامو بستم و بعد که باز کردم دیدم دوباره اون موجود نیست. نمیدونم اون حس توهم بود یا واقعی بود. اون شب با هر بدبختی بود رفتم خونه و اینم بگم که مادرم و خواهرم توی روستا زندگی میکردن و منم مجبور بودم برای کار بیام شهرستان. با این که 19 سالم بود ولی دیگه واقعا مرد شده بودم. یه خونه مجردی برای خودم اجاره کرده بودم و خونم یه واحد کوچیک 55 متری توی یه آپارتمان 6 واحدی توی یه محله قدیمی بود. القصه ماشینم رو خاموش کردم و از ماشین پیاده شدم و از راه پله ها رفتم بالا. خونه من طبقه دوم بود. خواستم چراغ راه پله رو روشن کنم ولی طبق معمول سوخته بود و ساعت 12:15 نصف شب بود و همه جا تاریک بود. چراغ قوه گوشیمو روشن کردم تا جلوی پامو ببینم. رسیدم دم در خونم و کلیدو انداختم و در رو باز کردم و رفتم تو. در رو بستم و قفل کردم و یه نفس عمیق کشیدم و گفتم دیگه غلط بکنم برم توی اون مغازه لعنتی. رفتم تو دستشویی که دست و صورتمو بشورم و تو آینه خودمو نگاه کردم و قیافم واقعا خیلی داغون شده بود. صورتمو شستم و همینطور که سرم خم بود حوله رو برداشتم و صورتمو خوش کردم. همینطور که صورتمو خوش میکردم دوباره یه صدای شنیدم. یه صدای شبیه به صدای نوشتن بود. آروم آروم حوله رو آوردم پایین. با دیدن چیزی که روبروم بود موهای تنم سیخ شد و دست و پام میلرزید. دوباره اون جمله رو روی آینه دیدم که با خون نوشته شده بودن. بازم میبینمت سامیار. نمیدونم این موجودات چی بودن و با من چی کار داشتن، ولی واقعا داشتم از ترس میمردم. با هر بدبختی بود اون شب رو گذروندم و خوابم برد. صبح که بیدار شدم دیدم ساعت 9:45 است. تموم بدنم درد میکرد و مثل اینکه سرما خورده بودم. سرم داشت منفجر میشد. اصلا حالم خوب نبود و دائما به فکر اون مرد توی مغازه بودم و این که منظورش از اون جمله چیه. مگه چند نفرن که میخوان دوباره منو ببینن و با هم چی کار دارن؟ توی همین فکرها بودم و بلند شدم و رفتم یه قهوه درست کردم و ریختم تو لیوان و اومدم توی اتاق پشت کامپیوتر تا ببینم میشه یه چیزی درباره‌شون فهمید. یکم درباره مشخصات اون مرد سرچ کردم و یه اطلاعاتی دستگیرم شد. فهمیدم که اونا فقط شب میان بیرون و معمولاً روزا توی غارای تاریک یا خرابه ها یا خونه های قدیمی و حتی توی جنگل ها قایم میشن، چون به نور خورشید و روشنایی حساسن و نمیتونن بیان بیرون. ولی نفهمیدم که چی هستن. فقط اینو فهمیدم که موجودات خبیثی هستن و اصلاً قصد خوبی ندارن. باید مواظب خودم می بودم. یادم افتاد که یکی از دوستام درباره جن و ارواح و موجودات ماورای طبیعی اطلاعات زیادی داره. گفتم شاید بتونه بهم کمکی کنه. به خاطر همین بهش زنگ زدم و گفتم بیاد یه جایی که بتونیم با هم حرف بزنیم. ساعتای 12 بود که دوستم اومد. بهش گفتم سلام دانیال. گفت سلام آقا سامیار، خوبی داداش؟
گفتم مرسی، شما چطورید؟ بد نیستم. گفت منم بد نیستم. خب داداش چه عجب یاد ما کردی. گفتم دانیال گوش کن، میخوام موضوعی رو بهت بگم، ولی فقط بین خودمون باشه و اگه تونستی بهم کمک کن. بهم گفت اوکی داداش، حالا چی کار داری بگو ببینم. گفتم ببین، من دیروز تو مغازه بودم که یه دفعه هر چی دیشب اتفاق افتاد رو برای دانیال توضیح دادم و دقیق و مو به مو براش توضیح دادم. آخرش دانیالم از ترس نمیتونست چیزی بگه. توی خودش بود و بهش گفتم دانیال کجای پسر؟ چی شدی؟ انگار تازه از شوک در اومده باشه. گفت ها هیچی، یکم ترسیدم، رفتم تو فکر. گفتم خب حاجی بالاخره نگفتی اینا چی بودن؟ میشناسیشون؟ گفت آره فکر کنم. گفتم خب. گفت خب خبرای خوبی برات ندارم داداش. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این که اینا یکی از قبایل اجنه هستن و اونی هم که شما دیدی پسر رئیس قبیلهشون بوده و تا جایی که من میدونم رئیس قبیلهشون از قدیم با دار و دستش میرفتن و خانمای زیبا رو تحت نظر میگرفتن و بعدش اونا رو میدزدیدن و با خودشون میبرن به پناهگاهشون و روحشون رو در میارن و برای زیبا شدن خودشون استفاده میکردن. 13 سال پیش تو یکی از همین مواقع رئیس قبیله با دار و دستش به یه خانواده 4 نفره حمله میکنن که زن خانواده رو بدزدن، چون زن جوان و زیبایی بوده. ولی پدر خانواده با انگشتری که داشته اونا رو از خودشون دور میکنه، چون اون انگشتر سنگی داشته که میگن از خورشید به زمین افتاده و خواص خورشید رو داره. خلاصه پدر خانواده همه جنا رو از بین میبره به غیر از رئیسشون. بعد مثل این که پدر و رئیس جنها با هم درگیر میشن و جنه مرده رو داشته خفه میکرده که یه دفعه مادر خانواده میاد تا جنه رو بزنه. جنه زنه رو با دست میزنه و زنه میفته رو زمین و از حال میره. تو همین لحظه مرده انگشتر رو میزنه تو چشای جنه و جنه همینطور میسوزه تا همش خاکستر میشه. بعد از اون سال به بعد اون قبیله میخوان انتقامشون رو از باعث و بانی این کار بگیرن. با حرفای دانیال من واقعا مونده بودم که چی بگم. واقعا هنگ کرده بودم که اینا چه ربطی به من داره. بهش گفتم خب اینایی که گفتی چه ربطی داره به من؟ دانیال گفت نمیدونم ولی ممکنه که. گفتم ممکنه چی؟ گفت ممکنه که شاید. گفتم دانی حرف بزن، میگم ممکنه چی؟ دانیال گفت خب ممکنه اون خانواده شما باشن. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو میگی پدر من رئیس اون جنا رو کشته و اونا الان میخوان با کشتن من و خانواده‌ام از ما انتقام بگیرن؟ دانیال گفت اینطور که بوش میاد آره رفیق. گفتم دانی دستم به دامنت، چی کار کنم؟ چطور از دستشون راحت شم؟ دانیال در کمال ناباوری بهم گفت دادا من نمیدونم، خودت به فکر باش، دور منم خط بکش و من دیگه باد کاری ندارم، از الان به بعد دیگه دوستیمونم تمومه. گفتم چرا دانیال، مگه چی شده؟ دانیال منو تنها نذار رفیق، الان تو بیشتر به درد من میخوری، جان من نرو رفیق. دانیال گفت شرمنده داداش، من نمیتونم به خاطر تو خودمو تو خطر بندازم و الان دنبال تو و خانواده‌تن. اگه منم بهت کمک کنم منم بدبخت میکنن و میکشنم. شرمنده، کاری نداری؟ گفتم دانیال خواهش میکنم. دانیال گفت نه داداش الکی خواهش نکن،
منو فراموش کن. خب ما دیگه همدیگه رو نمیشناسیم. فقط تنها کمکی که میتونم در حقت بکنم اینه که اگه بتونی اون انگشتر باباتو پیدا کنی جونت در امانه. دیگه من باس برم. خداحافظ. گفتم دانیال نرو احمق. ولی دیگه فایده‌ای نداشت. رفیق پاپم به خاطر ترسش پشتمو خالی کرد. کسی که میگفت اگه جون بخوایم برات میذارم. الان سر همچین قضیه رفت و من تنها مونده و آینده‌ای که در انتظارمه. بعد از اینکه دانیال رفت افسرده و ناراحت و در عین حال مضطرب برگشتم به خونه. هنوز ساعت 3:30 بود و خورشید غروب نکرده بود. هنوز واسه تصمیم گیری وقت داشتم فکر میکردم که چیکار کنم چیکار نکنم که یه دفعه یاد حرف دانی افتادم که گفت اگه بتونی اون انگشتر رو پیدا کنی در امان میمونی. یکم توی دلم امید پیدا کردم ولی خب کجا باید دنبالش میگشتم. یهو یادم اومد که پدرم یه صندوقچه‌ای داشت که تمام چیزای با ارزشش رو میذاشت توی اون. ولی اون صندوقچه توی خونه مادریم بود، توی روستا. از خونه منم تا روستا راه زیادی بود و الان هم ساعت 5 بعد از ظهر بود و 1 ساعت دیگه آفتاب غروب میکرد. به خاطر همین با خودم گفتم امشب و توی خونه میمونم و فردا میرم روستا. ساعت مچیمو نگاه کردم و ساعت 6:30 بعد از ظهر رو نشون میداد. تقریبا همه جا از نور نجات بخش خورشید خالی شده بود و تاریکی شب داشت زیاد میشد و در همین حین ترس منم داشت زیاد و زیادتر میشد. برای اینکه خودم رو سرگرم کنم تلویزیون رو روشن کردم. ولی برعکس همون موقع داشت یه فیلم ترسناک رو نمایش میداد. فیلم این بود که یه مرده سر قبر همسرش بوده توی گورستون، اونم توی شب. بعد یه دفعه اسکلتا از توی قبر در اومدن و به سمت مرده حمله کردن. مرده همینطور دادزنون و با ترس فرار میکرد که یه دفعه افتاد روی زمین و چشمش به یه قبر بزرگ قدیمی افتاد. تا میخواست بلند بشه یه دست از توی قبر میاد و اونو میکشه داخل و ادامه فیلم. دیگه نتونستم تلویزیون رو نگاه کنم و کلاً خاموشش کردم. بلند شدم توی خونه دور خودم میچرخیدم و منتظر بودم یه اتفاقی بیفته. همینطور در حال راه رفتن توی خونه بودم که یهو یه صدای از توی اتاقم اومد. بسم الله گفتم و رفتم تو اتاق. دیدم هیچ کس نیست ولی پنجره اتاق بازه. رفتم از پنجره پایین رو نگاه کردم و دیدم تاریکی محض و بارونم شدت گرفته بود. پنجره رو بستم و تا برگشتم دیدم دوباره همون یاروی توی مغازه و یکی دیگه پشت سرم. پسر رئیس اجنه دقیقاً چشم تو چشمم بود، ولی اون یکی که دم در اتاق ایستاده بود قیافش خیلی آشنا بود. قد کوتاه و چاق و پیر. بله درست حدس زدید، اون سابکارم بود. پسر رئیس اجنه گفت سلام سامیار. دهنش بوی گوشت خام میداد، انگار گوشت گندیده بود توی دهنش. چشاش قرمز بود و صورتش هم به شدت سوخته بود. با همون دندونای نوک‌تیز و کثیف اومد جلو. من زبونم بند اومده بود و به هر طریقی بود خودم رو جمع جور کردم و جواب دادم و گفتم سلام. گفت خب دوباره همدیگه رو دیدیم آدمیزاد. خب رفقا، قسمت اول داستان سامیار و اجنه طایفه یربو همینجا به پایان میرسه. اگه از ویدیو خوشتون اومد میتونید با لایک کردن ویدیو به دیده شدن بیشترش کمک کنید و همچنین اگه هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید میتونید با سابسکرایب کردن کانال هم از ما حمایت کنید و هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. در پناه حق ارادتمند همتون، مستر نایت.